در سر تا سر دنیا ما را تماشا میکنن و سلامای ما را پذیرا شوین. و ما هم در شهر زیبای بغلان و حادثه‌ای که در بغلان خصوصا در برکه و فلو بود، هموطنان عزیز خودم ما اشک به چشمایشان دیدیم، لبخند از همه مردم گم شده بود. و ای که به مرور زمان دوستا از سر تا سر دنیا کمک و همکاری کردن، همدلی کردن، دوستداری خود نشان دادن، یک دنیا تشکر. او از دوستایی که به بغلان غم دیده یک تا آب مدنی آورده، من قلبا از پیش سپاسگزاری میکنم. و خصوصا او کسایی که کمک های خود کردن، کسایی که شهیدا داده بودن، فقط شما بودین که از یاد از اونا بردین، که از او آمدین همدردی کردین. بسیار زیاد تشکر. ما دیگه هیچ چیزی نداریم، همگی همین دست دعا را بالا میکنیم پروردگار در حسنات نیکتان نوشته در روز محشر به دست راستان تقدیم بگردان ان شاء الله. و ما در شهر زیبای نهرین هستیم. مردم نهرین نه ای که در چهار طرف هستن، به خدا مردم مهمان نواز، مردم بسیار ملایم. من بسیار دوست دارم این مردم. دو روز شده آمدیم. من یک شب آمدم که جوانای همین نهرین مرا در شهر کنه بردن، اوجا شیریخ خوردیم، بهترین شیریخ، میگه گند و ویرانه است. او که بسیار وطنی ولی بسیار شیریخ بالا. خداوند عزت نصیبتان بگردانم. ما در کنار خود دوستا و عزیزای خود دارم. شد یک نقطه بسیار مهم اشاره کردی. این نقل نهرین در تمام افغانستان واقعا که جوره نداره. دقیقاً. از نهرین به ولایت‌های مختلف افغانستان، حتی ایران، پاکستان، خب بسیار کشورهای نزدیک هستند، به کشورهای غربی هم فرستاده بشه. من از چی فهمیدم که بسیار نقل خوب داره؟ با ما دوستا از ترکیه پیام کرده بودن که آقا بیادر آمدی دیگه چیز نمیخوایم، نقل حتما بیاری. بله. و آلی آمدم که چای نقل آورد. من گفتم نه، ما شعر میگه مجانتن پیش نقل نهرین هیچ نقل نمیتوان. بسیار خوش شدیم. سلامت باشی، بخیر باشی. انشالله که زندگی باشه، یک بار نباشه، بار بار بیایم با هموطنان عزیز ما دیدار داشته باشیم. ما چشم انتظار شما و سایر دوستا هستیم که بخیر بین. خدا عزت بده. قربان شما. پهلوان سلام برسه. جور بخیر، صحتت خوب. نامکت؟ عبدالغفار جان آمدمی بازار نهرین می باشه؟ از جانم دکان داره. مصروف چی کار بار؟ ظرف فروشی دکان داری. ظرف. این بسته صاف ظرف است دیگه؟ از جانم راسته ظرف فروشی است. خواه. چند سال میشه؟ یگان 20 سال تا زمانی که شهرم جور شده همیشه ظرف فروشی است. همیشه است. از جانم. و اصل جای باز از کجاست؟ دم نهرین است تا شخ. خوب است. اما تو از که شفاف هستی، هوا شفاف، آب و هوای شفاف، اما تو نورانی هستی. عزت. تعریف کردم دیگه. بخیر. آجی بابا سلام. خوب است آجی بابا 100% به خرید آمده حتما. خوب هستی؟ بخیر. نامکت؟ نیک محمد. کاکا نیک محمد. ماشاءالله قربان نام محمد چقدر ماشاءالله نام زیبا. کاکا نیک محمد امروز چی میکردی جه؟ این شور بازار پشت سودا آمدیم، کار آمدیم. از کجا؟ از یک جای کوگدای میگه. از کوگدای آمدی؟ بسیار خوب. باز تمام سودایتون از همینجا است؟ تا شهر ماسمی. نرخام ارزان. بله سپاه. چی میبری؟ یگون خوراک، گندم، برنج، روغن. مادما؟ مادما. بسیار خوب. والا خالیم که پورا میشه نیک محمد الله دیگه. باز کسب کار چی از نری؟ کسب کار دهقانی داریم ما. ماشاءالله. ان شاء الله از سیلاب درمون. نه فعلا خدمت است آقا. درست. خب بخیر باشه. ان شاء الله که دیگه درد اندوه هرگز در ولایت زیبای ما تکرار نشد، در افغانستان و در جهان اسلام ان شاء الله تکرار نشد. من خیلی خوشحال شدم کاکا. تشکر از اینکه دیدم. خیلی خوشحال شدم. والا با عزت سلامت باشی، بخیر باشی، جور باشی، بخیر. لالا سلام بره. خوب هستی؟ بخیر. صحت خوب. نامکت؟ احمد. لالا احمد خوب هستی؟ شکر. سلامت باشید، بخیر باشین. صحتت خوب است؟ شکر. سلامت. لالا احمد در بازار مصروف چی کار بود؟ مصروف بیتری و سولر وسایل برق است از ما. ماشاءالله. ماشاءالله. اینجا که من میبینم همگی دکاندار هست، هم یک مذاق داره میگه از خسر کرده داماد کلان. ماشاءالله از خریدار کرده دکاندارا بیشتر است و خدا نمت بیشتر بسازشان. و ایره ما براتون نمیگم، ایره بار بار میگم، نه ای که ما در ویدیو بگویم. ماله مردم نهرین مهمان نواز هستند و نهرین تنها مردم از خود بغلان نه که از 34 ولایت افغانستان در اینجا آمده. ما برادر پنشیری مده نهرین دیدم، برادر اندرابی خود دیدم، برادر قندوزی خود دیدم، برادر تخاری را، بدخشی را، همگی مثل یک برادر در اینجا زندگی میکنن.
وطن عشق من، هموطن جان من، وطن روح من، عز و ایمان من. وطن عشق من، هموطن جان من، وطن روح من، عز و ایمان من. وطن در رهت جان نثاری کنم. یگانه مارکتی که هر آن چیز بخوای در اینجا پیدا میشه، هم زنانه هم مردانه، هم مکس و ماشاءالله بسیار مارکت خوب، بسیار مارکت عالی. و اینجا تو یک اندیوال داریم، عیناً خودش بار یک دکانک داره، اما تو تایید. سلام علیکم لالا، خوب هستی؟ بخیر، صحت خوب، جان جور. اسم مبارک؟ عبدالحسیب. عبدالحسیب جان خوب هستی؟ شکر است، بخیر باشه. عبدالحسیب جان به نمایندگی از دکاندارا تمام دوستا در سر تا سر دنیا میبینن و یک سلام علیک از دوستا داشته باش. سلام عرض ادب خدمت شما و بینندگان شما باشه. با عزت و سلامت باشی. کاروبار چطور میگذره؟ خوب است، بد نیست. شکر. امی بود تو قلفک چپاتت پایین کو. این بوت‌ها یگانه بوت‌هایی است که خیلی بچهای افغان در خصوصا بچهای سمت شمال در ترکیه میپوشن. و اینا رو ببینم میگه آقا بعد تلفن نبرداشتی که یک دو جوره میآوردی بالا نمیتونم بیارم. بسیار این بوتا خدا عزت بده. از کجا میاری؟ از کابل میاره. از کابل بله. این اصل بدل داره. اصلی بدل داره. این کدامش است؟ اصلیش است. این تریش هم نرم قاد که در جیبت پرتو میشه. والا بیشک. این بدل لایک. در جان ما ندونی گرم نماده باشه. خب این دومش هست؟ چقدر خوبش عیناً هیچ فرق نمیکنه ولی با نرخاشون فرق. یا 5 است. باز کاربار داری خوب؟ خوب است، بد نیست. میگذره شب. در روزا نزدیک ایده. خوب است که در خاطر حالا قدر گپ نیست، یک چند روز بعد باز خوب میشه. ان شاء الله در کاربارت برکت. خیر باشی. بخیر سلامت باشی، زنده باشی. عبدالرقیب. عبدالرقیب؟ ماشاءالله عبدالرقیب دایم و حدث خوشحال دندانکایش معلوم میشه. عبدالرقیب جان در اینجا در کجا هستی خودت؟ در دکان هستی؟ در کدام دکان؟